لطفاً با چند تا نفس با هم شروع کنیم. 3 تا ست نفس ستایی، مجموعاً 9 تا، بین هر کدومش یه مقدار فاصله است. دم از بینی سنگین و عمیق، بازدم از دهان، نفس پاکساز. رها کن، دعوت کن چیزای جدید و رها کن سنگینی های قدیمی رو. پس هر موقع آماده ای بدنتو ریلکس کن. لطفاً کامنت ها و قلب فرستادن و اینا رو بذار کنار، بیا سراغ نفس. اگه یه چیز از همه این پیج، از همه این کار در طول 4 سال گذشته براتون میمونه، لطفاً ارتباط با نفس باشه. لطفاً ارتباط با نفست باشه. نفستو پیدا کن، عزیز بشمرش، محترم بشمرش و ببین چه کار میکنه تو زندگیت برات. پس هر موقع آماده ای لطفاً بدن ریلکس، چشا بسته، کامنت ها رو رها کن. 3 تا نفس عمیق. دم، بازدم طولانی تا آخرین قطره بازدم رو همراه شو. شکم میچسبه به ستون فقرات و تو پایین ترین نقطه نفس دم بزرگ و عمیق تا نوک سر. بازدم. یکی دیگه. یکم استراحت، چشم بسته، بدن ریلکس. متوجه معجزه نفس شو. با همین 3 نفس تغییری تو فیزیولوژی و بیولوژی بدنت ایجاد میشه. تو سیستم عصبیت کمی آرامش برقرار میشه. حالت parasympathetic rest and digest، حالت آرامش و بازسازی به سیستم عصبی برمیگرده. 3 تای دیگه عمیق و بزرگ. بازدم طولانی. کمی آرامش، کمی حضور، کمی عشق تو قلبت حس کن. کمی لبخند، کمی پذیرش، کمی صلح، کمی بخشش. شونه ها ریلکس، لبخند، سر و صورت آروم. 3 تا نفس دیگه آخری رو با هم حبس میکنیم. پس هر موقع آماده ای دم بزرگ و بعد حبس. هرچی داری حس میکنی رو حس کن. بدنتو ریلکس کن. چشا رو بسته نگه دار. لبخند یادت نره. لبخند یادت نره. لبخندتو بزرگتر کن. احساس آرامش تو قلبت. خدایا شکرت. و بعد هر موقع آماده ای با هم صحبت امروزمون رو شروع میکنیم. عزیزای دلم، خیلی خوش اومدین به یک لایو دیگه از مجموعه لایو های جمعه شبهای ایران. ساله که این لایو ها رو با هم داریم. برای من جای خوشحالی داره که همچنان در خدمتتون هستم. با هم ادامه میدیم مسیر زیبایی رو که شروع کردیم. شگفت انگیزه، واقعا شگفت انگیزه. تأثیرش و نتایج این کار شگفت انگیزه. مرسی از همه دوستانی که دارن حمایت میکنن، مسیج میذارن، تشریف میارن، مدیتیشن میکنن، نفس میکشن و چیزایی از این دست. دوستان، چند تا نکته رو باید اشاره کنم، برای همین خیلی سریع اینا رو میگم و بریم سراغ صحبت. 3 تا اعلامیه دارم که خیلی مهمه، به ترتیب بهتون عرض میکنم. آخریش از همه مهمتر. شماره 1 برنامه روی خطه که 27 اسفند 17 مارچ
همین دوشنبه‌ای که داره میاد ساعت 9:30 شب به وقت ایران برگزار میشه. روی خط برنامه‌ایه که ما توش به صورت حضوری که نه، ولی در واقع تصویر من هست، تصویر شما هم هست، با هم صحبت میکنیم، 700-800 نفر جمع میشیم دوره هم، سوال میپرسیم به مدت 3-4 ساعت و تو عمق مطالب با هم در واقع وارد بحث میشیم. چون توی لایوا خب یک طرف است بحث و بعد تفاوت روی خط با بقیه برنامه ها اینه که این گفتگو دو طرفه انجام میشه. شما میایین آنلاین، سوال میپرسیم، بحثای عمیق بسیار زیبایی اونجا شکل میگیره که بعضی موقع از فرصت و حوصله لایو اینستاگرام خارجه. اونجاست که میتونیم عمیق‌تر وارد یه سری مسائل بشیم. بنابراین اگر مشتاقید که دریافت عمیق‌تری داشته باشیم، 27 اسفند 17 مارس ساعت 9:30 شب به وقت ایران برنامه روی خط از طریق زوم برگزار میشه. طبق معمول من دیگه توضیح نمیدم، اطلاعاتش هم توی وبسایتم. بعدی مدیتیشن سال نو داریم. پارسال خاطرتون هست فکر کنم 13-14 هزار نفر با هم 1 ساعت بعد از سال تحویل با هم مدیتیشن کردیم. امسال هم همین کارو میکنیم. 1 ساعت بعد از سال تحویل وقتی به عمه و دایی و خاله و بابا بزرگ و همه اینا زنگاتو زدی، ایدیا رو گرفتی، نمیدونم همه لیلی و بالاخره حول حالنا و اینا رو گفتی و دعاها رو کردی، بغلا رو کردی، آرزوتو کردی، موقع مدیتیشنه. از دست ندین، این یه اتفاق بزرگه. وینتر سولستیس یا حالا این بار دیگه میشه گفت سامر سولستیس که در واقع اون تغییر روز به شب، جاییه که خورشید از این به بعد هر روز طولانی تر در واقع در آسمان خواهد بود و یه اتفاق میشه گفت کازمیک بسیار بزرگه. بنابراین اون موقع مدیتیشنه و من یادمه که بعد از سفره 7 سین یه بلا تکلیفی وجود داشت که خب حالا بالاخره خوشی‌ها رو کردیم، حالا چه کار کنیم؟ و اون موقع جاییه که وقت مدیتیشنه که با هم قرارامون رو برای سال نو به یاد بیاریم، یادمون بیاریم چی مهمه، یادمون بیاریم میخوایم چه کار کنیم. پس 1 ساعت بعد از سال تحویل. یکی مسیج زده بود خب ساعت چند؟ 1 ساعت بعد از سال تحویل. به همین سادگی دقیقاً 1 ساعت بعد از سال تحویل. هر ساعتی هست دقیقاً 1 ساعت بعدش. خب حالا تا اینو دارم میگم قبل از اطلاع سوم اینم بگم که یکی یه مسیج فرستاده بود، یه در واقع اسکرین شات فرستاده بود از یه پیج دیگه برای من فرستاده بود. مثلا اون پیج اسمش چم با یه جور دیگه ای اسم منو نوشته بود و لوگوی منم استفاده کرده بود و ویدیوهای منو داشت استفاده میکرد و بعد نوشته بود حسین آقا اینم پیج شما نیست؟ بعد من اینجوریم که اگه تو داری به من پیام میفرستی که این پیج شما نیست، خب نیست. این پیجی که داری براش پیام میفرستی پیج منه، هر پیج دیگه ای پیج من نیست. کلاتون رو بر میدارن، اذیتتون میکنن و از مسیر خارج میشه. اگر مطالب خوبیه که در واقع مفیده لطفاً گوش بدید. به من هیچ ارتباطی نداره، من نه جلوی کسی رو میگیرم نه کاری به کسی دارم، ولی پیجی که مال خودمه، کار خودمه و در واقع پیج اصلیه و یه مقدارم بی‌انصافیه که یه نفر از کاری که من دارم انجام میدم، ویدیوهایی که دارم درست میکنم، در واقع تمام کسانی که داریم با هم فعالیت میکنیم تا یه سری مطالب مفید رو درست کنیم و اونا رو ساری تون دانلود کنه و بذاره تو پیج خودش و با یه لوگوی تقلبی و با یه اسم تقلبی. لطفاً باهوش باشید و این پیجا رو دنبال نکنید، ازشون چیزی خرید نکنید. فقط به این دلیل میگم که کلا سرتون میره. به خدا به ما زنگ میزنن، به ما پیام میدن تو وبسایت که آقا چرا ما این چیزی که مثلا از اون پیج خریدم و به من ندادین؟ بعد اینجوری این که خب از اون پیج خریدی، از ما نخریدی، یا از اون پیج تهیه کردی، به اون پیج کارت به کارت کردی. نباید میکردی. من متاسفم که در واقع ازت سوء استفاده شده، ولی اینجور موقع باید یه مقدار حواسمون جمع باشه. آخرین و مهمترین 18 خرداد تو اون تعطیلات 14-15 خرداد ارتحالی دی هست. اونجا چون هفته بعدش هم انگار عید قدیره و یه سری داستان مثلا نمیم یه سری عید قربانه، یه سری چیزای دیگه هم هست، حالا کاری نداریم. یه تعطیلیای بزرگی هست که 14 و 15 هست، بعد از اون برم تعطیلیای هفته آیندهش هست و یه مجموعه تعطیلیه و من اون تاریخ رو انتخاب کردم. 18 خرداد، 6 جون، استانبول، ترکیه، یه ایونت، 2 تا ایونت درجه 1 داریم.
2 تا ایونت بزرگ، هر جفتش تو همین روز، یکیش صبح یکیش بعد از ظهر، یکیش ساعت 11 شروع میشه، یکیش ساعت 5 بعد از ظهر. تا کی طول میکشه خدا میدونه، ولی بحث اینجاست که 2 تا ایونت جوندار بزرگ توی استانبول ترکیه، توی جای درجه 1 باحال میخوایم دور هم جمع بشیم، نفس بکشیم، مدیتیشن کنیم. برنامه ریزش گروه دیوان عزیزه که قبلا هم تو ونکوور باشون کار کردیم. بچه‌ها دارن همه سنگ تمومشون رو میذارن که بهترین کوالیتی، بهترین کیفیت در خدمتتون باشم. اگر از ایران میخواین خرید کنین، وبسایت خودمون، در واقع لینکی که اینجا میذارم توی بخش توضیحات همین لایو اونجا در اختیارتون خواهد بود. اگر از خارج از کشور میخواین خرید کنین، حتما به پیج خود دیوان سر بزنید، اونم لینکشو میذارم اینجا، استوری هم فراوون میکنیم. ولی اینو بهتون بگم دوستان، حالا نمیخوام بگم بلا، ولی اتفاقی که سر بچهای دبی افتاد سر شما نیفته. یه سری‌ها صبر کردن آخرین لحظه تهیه کنن، هم تیکت‌ها خیلی گرونتر شده بود. اینا دست من نیست، تیکت فروشی سیستم خودشو داره. اگر میخواین بیاین زودتر تیکتتون رو تهیه کنین. الان فقط قیمتش مناسبه و ارزونه، هرچی بگذره قیمت بالاتر میره. این سیستم در واقع فروش تیکت استانبول و به من ربطی نداره. بنابراین لطفاً و حتما خاطرتون باشه که نذارین برای آخرین لحظه. حتما تیکت‌ها تموم میشه، از همین الان خدمتتون میگم حتما به زودی تیکت‌ها تموم میشه. اگر فقط برای میگم که من شرمنده شما نشم، که مثل دبی نشه که پشت در آدم‌ها وایسادن و مجبور شدیم بگیم برن. اگه میخواین تشریف بیارین زودتر تیکتتون رو تهیه کنین، هم با قیمت مناسب تره، هم خیالتون راحت تره و هم ما دستمون خواهد بود که در واقع چند نفر هستن که در واقع بنابر اون برنامه‌ریزی اون رو انجام بدیم. بالاخره استانبول، بالاخره میبینم منو میبینی، از این من میام دبی در میزنم دم ایران، از اون من میرم استانبول در میزنم، ارمنستان در میزنم. من اینقدر در میزنم تا در ایران باز بشه و در ایران به زودی باز میشه. اتفاقاتی که حالا بریم سراغ صحبت دیگه. پس بچا 18 خرداد 6 جون استانبول، وبسایت دیوان برای کسانی که از خارج از کشور میخوان تیکت تهیه کنن، وبسایتی که خودم لینکش رو اینجا میذارم، همه لینک ها و اینا تو بخش توضیحات همین لایو خواهد بود. حالا عرض بنده اینه، من نمیدونم شما دیشب ماهو دیدین یا نه و من نمیدونم که اجازه بدین کامنت رو ببندیم که بریم سراغ صحبت. و من نمیدونم که اصلا این ماه گرفتگی دیشب همه جای دنیا بود یا نه، ولی من چیزی به این شگفت انگیزی تا حالا ندیده بودم. اصلا پرام ریخت. یه چیز عجیبی بود و برای مدت طولانی 3 ساعت تا 3 ساعت. حالا دیدی مثلا وقتی خورشید گرفتگیه چند دقیقه است، ولی ماه گرفتگی دیشب کم کم ماه کامل بود اولا، بعد سایه زمین افتاد روی ماه و بعد همینطوری آروم آروم 1 ساعت طول کشید تمام ماهو گرفت و بعد عجیب ترینش این بود که ماه قرمز عکساشو ببینید، ماه قرمز یعنی یه نقره قرمز عجیب غریبی به مدت طولانی توی آسمون بود. و حالا خیلی ها هستن که میگن این در واقع بهار، این شروع تحول، همراه شدنش با این لونر اکلیپس و همراه شدنش با اون کالی یوگایی که تو فلسفه هندویزم سالهاست در موردش صحبت شده که پایان اصل تاریکیه، پایان اصر آهنه، پایان اصر گمراهیه و همه اینا میتونه به آدم این باور رو و این احساس رو بده که یه چیزی در سطح دنیا داره تغییر میکنه، یه اتفاقی داره میفته. و من بر این باورم، صادقانه بهتون میگم، من بر این باورم که ما تو یکی از اون برهه‌های تاریخی داریم زندگی میکنیم که اتفاقات عجیب غریبی رو شاهد خواهیم بود. قبلا 1000 سال میگذشت، پیشرفت‌های تکنولوژی به اندازه 10 سال یا تغییرات اجتماعی به اندازه 10 سال امروز نبود، واقعا نبود. و الان سال تا سال به شکلی داره تغییر میکنه که اصلا حیرت زده ایم و خیلی ها میتونن بگن داره بدتر میشه، ولی واقعیت اینه که همیشه جهت پیشرفت بنی بشر به سمت مثبت، به سمت شکوفاییه. اصلا این انتخاب آدمیزاد نیست، این مسیر تکامله، مسیر دگردیسی روح آدمیزاده که همینطور فقط داره رشد میکنه. مسیر رو اشتباه میره زیاد، ولی همیشه در طولانی مدت برمیگرده، مثل یه کمانه که در نهایت رو به بالاه ولی تو کوتاه مدت بالا پایین داره. ما الان تو برهه عجیبی از تاریخ هستیم و به نظر من شکوفایی های بزرگی پیش رومون خواهد بود. حالا
مسئولیت تو این وسط چیه؟ مسئولیت من این وسط چیه؟ که بخشی از نور باشم، که بخشی از این جنبش باشم، که خواب نباشم که پس فردا که همه چی تغییر کرد یهو بیان در بزنن بگن هی خبردار شدی فلان اتفاق افتاد. مدل کار کردن آدما داره عوض میشه، مدل نگاه کردن آدما به موفقیت داره عوض میشه، مدل نگاه کردن آدما به پول داره عوض میشه، نگاه ما به لاکچری و به برندا و به این آتشخالا داره عوض میشه، نگاهمون به آینده به همدیگه داره عوض میشه و تا وقتی ما همدیگه رو جدا جدا ببینیم عذاب خواهیم کشید. اینجا مسئولیت من و توه. اینجا جاییه که کار من و تو شروع میشه، که من و تو قرار متوجه این واقعیت بشیم که تا هممون برنده نشیم هیچ کس برنده نیست. تو این بازی یا همه برنده میشیم یا هیچ کس برنده نمیشه. این از اون بازیایی نیست که من بتونم به هزینه تو برنده بشم. نمیشه. نمیتونم دروغ بهت بگم، پولتو بگیرم، کلا سرت بذارم و بعد اسم خودم رو بذارم برنده. نمیشه. کردیم این کارو، هزاران سال، صدها سال این کارو کردیم، نشده. هیچکی برنده نبوده. و نگاه کن مشکلات دنیا رو امروز نگاه کن، دیگه دست هیچ کشور خاصی نیست. این که ما داریم پدر کره زمین رو در میاریم دست هیچ کشوری نیست. همه آدما با هم به عنوان یک مجموعه باید این مشکل رو حل کنن. مشکل جنگ تو دنیا با هیچ کشور خاصی، با هیچ آدم خاصی برطرف نمیشه. همه ما به عنوان یه مجموعه باید بیدار شیم به حماقت این داستان که سر همدیگه بمب بندازیم و همدیگه رو تهدید کنیم. یه لحظه تصور کن، اصلا حیرت انگیزه که ما میخوایم با خشونت صلح ایجاد کنیم. ما میخوایم انقدر بمب بندازیم سر همدیگه تا همه آدم بدا از بین برن و فقط آدم خوبا بمونن و صلح بمونه و خوشی. کی تا حالا همچین چیزی کار کرده؟ مسیر درونیه. این یه انقلابی از نوع جدیده، یه انقلاب درونی، یه انقلاب معنوی. It's a spiritual revolution. That's what it is. It's a spiritual revolution. یه انقلاب معنویه و این اتفاق داره میفته چه بخوای چه نخوای. تو لول انرژی کره زمین این اتفاق داره میفته، چه بخوای چه نخوای. انتخاب تو یک چیزه و اونه که جزو این حرکت باشی یا نباشی. میخوای سرتو بکنی تو لاک مثل یه ببخشید ولی موجود اهلی شده ای که فقط همین برو این کارو بکن، این پولو بگی، برگرد، حرف نزن، سوال نپرس، نگاه نکن، به خودت پی نبر، به قدرت خودت بیدار نشو، آگاه نشو، نبین، نفهم، بخواب. اگه میخوای اینجوری زندگی کنی کار هممون رو داری سخت میکنی. شدی بخشی از تاریکی، شدی بخشی از مشکل. ولی اگر تو هم حاضری بیدار شی، تو هم حاضری لااقل کار درونی خودت رو انجام بدی، هیچ کاری از بیرون لازم نیست، همچنان سر کارت برو، همچنان کارهایی که داری انجام میدی رو انجام بده، ولی اون نگاه آگاهی، اون المان آگاهی رو به کارت اضافه کن، به زندگیت، به لحظاتت اضافه کن. اون المان تنها چیزیه که بهش احتیاج داریم. نوره. اول از یک نور شمع شروع میشه و بعد رفته همه اتاق پر نور میشه. مهم اون نور شمع است، مهم اون جرقه هست که خاموش نشه. مهم اون بیداری اولی است. و سوال اینجا اینه، حاضری؟ کار بزرگیه، به خدا کار بزرگیه و شدنیه. برای من مهمترین چیز همین باور عمومیه که اتفاق افتاده، که آدما دارن متوجه میشن که آقا روش قدیم کار نمیکرد. این که من برم بدوام اینو بخرم، اونو بخرم، لوازم لاکچری و برندای جدید و حالا به هر کسی در حد توان خودش فقط بخواد ظاهرش رو آراسته کنه، این کار نمیکنه. چی کار میکنه؟ این که شروع کنم از درون روی خودم کار کنم، این که شروع کنم از درون نور ایجاد کنم، عشق ایجاد کنم. و عشق مشکلات تو برطرف میکنه. عشق
همه ی حرفی که داریم میزنیم عشق. تنها معیار بیداری یک انسان میزان عشقیه که میتونه حس کنه، بده و دریافت کنه. تنها معیار بیداری یک انسان. مدیتیشنی که دیروز به بچه‌ها برای مدیتیشن گروهی دادیم و حالا توی یوتیوب به زودی میذارم، مدیتیشن عشق. عشق برای چی؟ برای عشق. برای عشق. چرا؟ چون عشق. برای چی؟ چون عشق. برای کی؟ برای عشق. نه برای کسی. عشق. عشق. هر کجا عشق آید و ساکن شود، آنچه ناممکن بود ممکن شود. ما فکر میکنیم حل کردن مسائل دنیا غیر ممکنه. ما فکر میکنیم انقدر این مشکلات بزرگن که اصلا نمیشه. برای همین هممون توی احساس رخوت و ناامیدی سرامونو کردیم تو برف. تو چه کار داری به این که چجوری این اتفاقا باید بیفتن؟ تو عشق حس کن، تو عشق دعوت کن، تو عشق رو بیدار کن و ببین چجوری این اتفاقا خود به خود میافتن. اصلا کاری قرار نیست انجام بدی. نور، بیداری، آگاهی، هر چی آگاهیت بره بالا عشقت میره بالا. اصلا این دوتا بعدن تارا براک میگفت بعد از یه مدتی متوجه میشه که عشق، خدا و حضور یک چیزن. یه چیز وجود داره، خدا که بیرون از عشق و عشق بیرون از آگاهی و آگاهی بیرون از این لحظه نیست. همش یه چیزه. ذهن اینا رو تیکه تیکه کرده و بعد همه چیز رو پیچیده کرده، در حالی که ساده است. عشق ساده است. چی سخته؟ نفرت، کینه، هرس، اینا پیچیده است. 1000 تا فکر احتیاج داره، 1000 جور برنامه ریزی احتیاج داره. دروغ ببین چقدر پیچیده است، صداقت آسونه. نفرت ببین چقدر پیچیده، اصلا زندگی تو پیچیده میکنه. یادم باشه به اون سلام نکنم، یادم باشه اینو تحویل نگیرم، یادم باشه به اون تو ذهن میمونه. بعد پیچیدگی. عشق آسونه. عشق. چرا؟ چون عشق. No matter what, think love. جمله‌ای که توش دارم رانندگی میکردم از کتاب Inner Glimpse شنیدم، مو به تنم سیخ شد. No matter what, think love. مهم نیست چیه، مهم نیست موضوع چیه. عشق. من همی کندم نه تیش کوه را، عشق آسان می کند اندوه را. عشق دعوت کن، عشق بیار به زندگیت. من اصلا با بعضی از بچه ها صحبت میکنم، تو این جلسات مشاوره وارد میشیم، طرف انقدر پیچیده شده زندگیش، انقدر مسائلش به هم گره خوردن، دخترش نمیدونم خودشو اذیت میکنه و این کسایی که مثلا به بدنش آسیب میزنه، بعد اعتیاد داره، شوهرش اعتیاد داره، بعد اون یکی دخترش روزی 14 ساعت تو اینستاگرامه، اون یکی پسرش نمیدونم داره کارهای عجیب غریب میکنه، خودش که به من اینجوری هم که چقدر پیچیدگی، چقدر گرفتاری. و تو فکر میکنی یه کسی یه موجودی پیدا میشه که انقدر آگاهه که راه حل مسائل تو رو بهت میگه. نه، اشتباه میکنی. راه حل مسائل تو یه چیزه، عشق. مثلا خنده داره، تو به من میگی آقا من مسائل جدی داره زندگیم، به عشق چه ربطی داره؟ یا دقیقاً به عشق ربط داره. دلیل اینکه دخترت خودشون آسیب میزنه عشق. همه یه کارها یا کاری از سر عشق یا کاری برای عشق. عشق میخواد، یا یه کاریه که از طرف عشق میاد، یا کاریه که به خاطر کمبود عشق انجام میشه. و کاری که تو میتونی بکنی آوردن عشق. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. آخه هیچی دیگه نیست، هیچی دیگه نمیمونه. نگاه کن، همه چی رفتنیه. تو فرض کن رئیس شرکت بشی، نمیدونم قهرمان المپیک بشی، میلیون ها دلار پول در بیاری، کتاب بنویسی، موفق بشی، مشهور بشی، معروف بشی، نمیدونم دوستان و آشنایان زیادی داشته باشی، یه عالمه آدم به به و چه چه برات بکنن. اگه عشق نداشته باشی همش بی‌معنیه. همه این کارا تمای آخر سر یه سری بچه ایم که عشق میخوایم. به خدا غیر از این نیست. آدم بزرگا، رئیس جمهورا، نمیدونم رهبرا، یه سری بچن که عشق میخوان. خود تو رو نگاه کنه، حسودیات برای چیه؟ برای که عشق میخوای، برای که یه جایی عشق دریافت نکردی، درد میکنه، درد میکنی.
چرا؟ چون عشق دریافت نکردی. به خودت عشق بده. به خودت عشق بده. تو دریای عشق در اختیارته. اصلا حیرت انگیزه که ما اینو واقعا یه سری از روانشناسا به عنوان عجیب ترین مسئله بشریت اینو میشناسن و اون اینه که ما دنیای عشق تو قلبمونه و هممون تشنه عشقیم و این دوتا رو به هم وصل نمی کنیم. که خب من چطور ممکنه تشنه عشقم در حالی که دریای عشق درونم؟ چرا؟ چون یاد نگرفتیم که به خودمون عشق بدیم. فکر میکنیم بقیه باید به همون عشق بدن. فکر میکنیم باید یکی رو پیدا کنیم بهش عشق بدیم. متوجه نیستیم که عشق یه خاصیت. عشق برای کسی، به چیزی، نسبت به کسی، برای یه مدت زمانی، اگری نیست. عشق اگر داره عشق نیست. دوست داشتنه، هوس، شهوت، ولع، تشنگی، نیازه، هر چیزی هست جز عشق. عشق دلیل نداره. عشق چون عشق. چرا عشق؟ چون عشق دلیل نداره. چه دلیلی من بیارم برای عشق؟ اگه دلیل داره عشق نیست. اگه دلیل داره عشق نیست. چرا؟ چون الان دلیلش هست پس فردا نیست. اون موقع از همون آدم متنفر میشی. بعد اسم اونو میذاری عشق. نه اون نیازه، اون ولعه، اون هوسه، اون کمبوده، اون هزار تا کوفت و زهرمار دیگه است جز عشق. عشق نیست. عشق بیار به زندگی. هر مشکلی که داری برطرف میشه. تمام مشکلات بین آدما به خاطر اینه که عشق جریان نداره. ما هم دیگر رو جدا از هم میبینیم و تا وقتی من خودم رو جدا از تو ببینم، این ریشه مریضیه. بودا یه جمله داره که من اصلا یخ کردم وقتی شنیدم. بودا میگه ریشه افسردگی تو جدایی از اصل خودمونه. اصل خودت هم عشق. از عشق دور شد. برگرد به عشق. ساده است. عشق حس کن. کی جلو تو گرفته الان عشق حس کنی؟ آقا من سوال دارم دیگه. مگه نمیگی من دوست دارم عشق حس کنم؟ خب الان عشق حس کن. کی جلو تو گرفته؟ الان عشق تو قلبت. عشق برای چی؟ حالا میخوای بهت بگم عشق برای چی؟ عشق برای خنده بچه ها. عشق برای طلوع خورشید. عشق برای صدای بارون. عشق برای همه مادرایی که الان دارن به بچه هاشون برای اولین بار نگاه میکنن. عشق برای آبشارای دنیا. عشق برای همه درخت ها. عشق برای همه بچه ها. عشق برای حیوان ها. عشق برای گربه ها. عشق حس کن. برای مادر بزرگت، برای کسایی که دوستت داشتن، برای همه معلمای معنوی که در طول سالیان درس‌ها رو بدون چشم داشت با آرامش، با مهربونی درس دادن، با مهربونی وقت گذاشتن تا اینجوری به دست من و تو برسه. عشق. برای عشقم دنبال دلیلیم. خب خسته نباشیم. دست جمعی همه با هم یه مقدار ساکت بشیم و عشق تجربه کنیم. و خدا راه حلمونه. هیچی دیگه راه حل مسائل این دنیا نیست. و بیداری که داره اتفاق میفته از این جنسه. از این جنسه که من وقتی به تو نگاه میکنم به چشم غریبه نگاه نکنم. مثل اینه که این سلول پوست به چشم غریبه نگاه کنم. اگر این دوتا خودشونو از هم جدا بدونن و بعد بخوان با هم رقابت کنن، تبدیل به یه چیزی میشه که امروز اسم داره. اسمش هم هست سلول سرطانی. ماها شدیم سلول سرطانی. با هم داریم رقابت میکنیم و کل آسیب میبینه. وقتی من و تو با هم رقابت کنیم، وقتی من و تو متوجه این یک پارچگی که جزوش هستیم نباشیم، کل آسیب میبینه. کل سلامتش به سلامت عمل کرده تک تک اعضایشه.
و وقتی ماها به جای عشق از ترس تصمیم میگیریم، به جای مهربونی به کینه هامون گوش میدیم، خب کل آسیب میبینه و کل آسیب دیده. این آسیبا سطحیه، برطرف میشه. کره زمین و کل و طبیعت همه چیز برمیگرده به حالت طبیعی خودش. ما این که این وسط از بین میریم و برای اینکه خودمون رو نجات بدیم راه حلی جز عشق نداریم. راه حلش تو انتخاب یه رئیس جمهور ابله جدید نیست که ترامپ اومد همه چی خوب میشه، بایدن اومد گور پدر جفتشون، هیچ کدومشون نه بلدن نه میفهمن نه اصلا کارشون اینه که درست کنن. اونا که نمیدونن، اونا یه سری آدمن برای منافع خودشون، دلایل خودشون کارهای عجیب غریب دارن میکنن و واقعا خنده داره که هنوز ما نشستیم اینجا امیدواریم یکی از بیرون بیاد اوضاع رو خوب کنه. او سیستم ایلینا بیان، سیاره ها بیان، ستاره ها بیان، پلیدینا بیان، نمیدونم اوباما بیاد، ترامپ بیاد، گور پدر همه. از تو درست میشه. از تو درست میشه. اگه از تو درستش کنی هیچ کس از بیرون نمیتونه خرابش کنه. و نگاه کن در طول تاریخ توجه همیشه به بیرون بوده. الان اون دوره بیداریه که آدما کم کم دارن اصلا نگاه کن، تو 10 سال پیش چند نفر رو میشناختی که مدیتیشن کنن؟ تو 10 سال پیش چند نفر رو میشناختی که یوگا کنن؟ تو 10 سال پیش چند نفر رو میشناختی که با این مسائل اصلا به گوششون خورده باشه؟ الان چند نفر رو میشناسی؟ این بیداری است، این آگاهی است. جلوش هم نمیشه گرفت، کاری هم نمیشه کرد. تنها کاری که میشه کرد اینه که با ملحق شدن بهش سرعت رشدش رو بیشتر کنیم. این اتفاق در هر صورت میفته، ناگزیره. حالا که چقدر طول میکشه بسته به همکاری من و توه. باید بیدار شیم دیگه. دوره خواب بسه، دوره خواب تمومه. واقعا وقتشه که یه تکونی به خودمون بدیم. وقتشه که واقعیت رو به شکل واقعیت ببینیم. وقتشه که ترسمون رو بذاریم کنار. از ترس اینا به اینا رأی بدیم، از ترس اونا به اونا پناه ببریم. یه سری آدم دارن از بیرون برای ما ترس ایجاد میکنن، بعد راه حل ترسشون هم به همون میفروشن. همون کسایی که دارن مریضی ایجاد میکنن دارن قرص میفروشن. همون کسایی که اینستاگرام رو راه انداختن حالا دنبال اینن که یه راهی پیدا کنن که ADHD آدما رو خوب کنن، که چراشون همه دیگه ADHD دارن قربونش برم. همون کسایی که اسم رو مریضی‌ها میذارن بعدن روی قرصاشون هم اسم میذارن که بهت بفروشنش. باید بیدار شیم. تا وقتی بیدار نباشیم به شکل‌های مختلف کلا سرمون میره. ببین واقعیت اینه، تا وقتی بیدار نباشیم با چشای بسته توی خونه داریم راه میریم، توی خونه داریم زندگی میکنیم. خونه همه چیش رو به راهه ها، مبله هست و آشپزخونه هست و اتاق خواب هست و همه چیز هست. ما ولی چشامون بسته است، چراغا خاموشه، پرده ها کشیده. عذابه زندگی کردن تو این خونه، عذابه. چرا؟ آیا خونه مشکلی داره؟ نه. خونه اوکیه. آیا دنیا جای نه هیچ ارتباطی به بیرون نداره. تو چشات بسته است، من چشام بسته است، من خوابم. داریم تو خواب راه میریم، بعد پامون میخوره گوشه مبل، یا هم میندازیم گلدون رو میشکنیم، مثلا نمیدونیم چی کجاست، همش گمیم. عذابه زندگی تو این خونه، عذابه. دلیلش هم هیچ چی جز این نیست که من چشام بسته است، من قراره بیدار شم. به محض اینکه بیدار شی پرده رو میذاری کنار، نور میاد تو. با اومدن نور مشکل برطرف شد. آیا تو مشکلاتتو برطرف کردی؟ نه، متوجه شدی که مشکلی وجود نداشت. اینکه پات میخورد به گوشه مبل مشکلی نبود، اینکه تاریک بود مشکل بود. اینکه چشات بسته بود مشکل بود. چشاتو که باز کنی متوجه داست اینجا دلیل این که من دارم اینجا عذاب میکشم اینه که تاریک. بعد میزنی کنار، متوجه میشی چه خونه زیبایی. 4 نفر دیگه میتونن بیان تو اون نور راحت زندگی کنن. چه خونه زیبایی، خوش اومدی. پس کار تو از بین بردن تاریکی نیست، کار تو بیداریه، آوردن نوره، آوردن نور. خب
و این اتفاق داره میافته. بسیار بسیار دوره عجیب و زیبایی داریم زندگی میکنیم. دوره‌ای هستیم که دیگه همه کارا رو کردیم و نشده. همه رئیس جمهورا رو از همه احزاب مختلف انتخاب کردیم، انقلابا رو کردیم، نمیدونم خریدا رو کردیم، دنیا رو، طبیعت رو به فنا دادیم، همه کارو کردیم. انقدر تا تهش رفتیم تا متوجه بشیم که هیچی نیست. حالا تو مسیر برگشت فرصت اینو داریم که بیدار شیم. و تنها راه بیرون اومدن ما از این شرایط همین. خب و قشنگه، چقدر خوب که امکانش هست، چقدر خوب که میشه کار کرد، چقدر خوب که میشه رشد کرد، چقدر خوب که میتونم رو خودم کار کنم و چقدر خوب که میتونم خودم رو تغییر بدم، نور بیارم، آگاهی بیارم. خب مولانا میگه راه لذت از درون دان نه از برون، ابلهی دان جستن قصر و حصون. ابلهی دنبال قصر و حصون رفتن، دنبال تاج و تخت و ثروت و دنبال اسباب بازی های دنیا رفتن. داشتنش ابلهی نیستا. اگه میخوای به دست بیاری، اگر در مسیرت برات خوبه به اندازه است، رشدت به رشدت کمک میکنه، لطفاً حتما، ولی دنبالش دویدن ابلهیه، هدف گذاشتنش ابلهیه. ابلهی دان جستن قصر و حصون، راه لذت از درون دان نه از برون. از درون. و قشنگیش میدونی برای من چیه؟ اینه که هیچ کی نمیتونه جلوتو بگیره. هیچ کس نمیتونه جلوتو بگیره که کار درونی تو انجام ندی. هیچ کس نمیتونه جلوتو بگیره که عشق حس نکنی. هیچ کس نمیتونه. آزادی‌های بیرونی تو میتونن ازت بگیرن، آزادی‌های درونی تو هیچ کس نمیتونه ازت بگیره. هیچ کس نمیتونه باعث بشه که تو عشق حس نکنی. هیچ کس نمیتونه باعث بشه که تو خودتو ببندی، کوچیک شی. هیچ کس به دنیای درونی تو جز خودت دسترسی نداری. همه کسایی هم که به دنیای درونی تو دسترسی دارن، کسایی که تو بهشون اجازه دادی. و الان وقتشه که این اجازه رو پس بگیریم، به قدرتمون بیدار شیم. و همین تو کار خودتو انجام بده عزیز دلم، تو کار خودتو انجام بده. خب بعد دنیا رو چه کار کنیم؟ چجوری؟ از هیچی همه چی خودش درست میشه. به خدا میشه. بحث انرژیه. بحث انرژیه. وقتی انرژی، ببین مثل اینه که من بگی خب باشه، من این مثلا برقو تو این سیمپیچ به گردش میندازم، دکمه رو میزنم، برقه رو روشن میکنم که سیمپیچ برق بیاد توش. حالا چه کار کنم که این براده ها جذب بشن؟ هیچی. تو هیچ کار نمیخواد بکنی. تو برقو به گردش در بنداز، تو انرژی رو به گردش در بیار، تو به حرکت بنداز جریان رو. هیچ کار دیگه نمیخواد بکنی. قشنگیش همینه. براده ها خودشون جذب میشن، اتفاقا خودشون میافتن، آزادی ها. اصلا نگاه کن، همه تلاش ما در طول تاریخ همیشه منجر به ناکامی شده. تغییرات از یه لول دیگه اتفاق افتادن. هر موقع دنیا برای اتفاق بزرگ آماده بوده، تو لول انرژی اون اتفاق افتاده و بعد تو لول ماده نتایجش رو دیدیم. گاندی یه کار کرد. من رفتم خونه گاندی تو هند که بودم، رفتم خونه گاندی و اصلا خوش شده بودم. اینجوری فقط در و دیوار نمیم، باورم نمیشد گاندی تو این خونه راه رفته. عکساشو گذاشته بودن تو اون تراسه وایساده بود. من رفتم دقیقاً تو همون تراس، همون جایی که گاندی دستشو گذاشته بود، دستمو گذاشته بودم و داشتم نگاه می‌کردم و اصلا احساسی که داشتم و تمام مدت توی این کتاب، توی این در واقع ساختمون تو خونه گاندی داشتم راه میرفتم، عکساشو نگاه میکردم، حرفاشو، کاراشو، کتابایی که خونده بود که باگاواد گیتا اصلیش بود و بعد نگاه میکردم میدیدم این آدم هیچ کار خاصی نکرد، فقط با حضورش، با عشقش، با کار درونی که رو خودش انجام داده بود به مردم این باور رو داد که شدنیه. و وقتی به اندازه کافی افراد یه جامعه باور کنن که تغییر شدنیه و برای اون تغییر تو خودشون آمادگی ایجاد کنن، اون تغییر
ناگزیره. چجوری اتفاق میفتش رو واگذار کن. چجوری اتفاق میفتش رو واگذار کن به طبیعت، واگذار کن به کائنات. همون جوری که همه چیز دیگه داره اتفاق میفته. فصلا چجوری عوض میشن، بارون چجوری میاد، امواج رادیو، امواج مثلا اولتراوایولت و امواج خطرناک خورشید چجوری داره از کره زمین دور میشه. این فیلد الکترومگنتیک که دور کره زمین هست چجوری داره از ما دفاع میکنه در مقابل این امواج. چجوری همه چیز داره اتفاق میفته. سلولای بدنت چجوری دارن تکثیر، همه چیز خودش داره اتفاق میفته وقتی شرایط آماده باشه. کار ما آماده کردن شرایط. چجوری این کارو میکنیم؟ با کار درونیمون. خب پس واقعیت اینه. پس واقعیت اینه که وقتی شرایط یه اتفاقی تو طبیعت مهیا باشه، اون اتفاق ناگزیره. دیگه تصمیمی وجود نداره، دیگه انتخابی وجود نداره. وقتی یه دونه تو خاک کاشته بشه، شرایط مهیا باشه، جوونه زدن ناگزیره، حتمیه. خب خلاصه دلم براتون خیلی تنگ شده بود، دوست داشتم بیام باهاتون یه گپ بزنم. پس دوستان لطفاً خاطرتون باشه این چند تا یادآوری کوتاه، لطفاً خاطرتون باشه که تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود برافروز. به به آقای مولانا که چقدر قشنگ به همون یادآوری کرده که تو یکی نی هزاری، تو یه نفر نیستی، تو تأثیر. اصلا خود ابراهیم مظلومی گفت هیچ وقت قدرت یک نفر رو برای تغییر کل دنیا دست کم نگیر. یه بار دیگه، هیچ وقت قدرت یک نفر رو برای تغییر کل دنیا دست کم نگیر. تو یکی نه ای هزاری، تو بزرگتر از چیزی هستی که فکر میکنی. با کار کردن روی خودت داری روی کره زمین کار میکنی، داری روی انرژی و آگاهی، روی تکامل بشر کار میکنی. ممنونم ازت که بی خیال نیستی. ممنونم ازت، به خدا جدی میگم، عمیقاً از صمیم قلبم قدردانم برات که مدیتیشن میکنی، رو خودت کار میکنی، مینویسی، کارایی که آسون نیست رو انجام میدی. ممنونم ازت که تاریک نمیشی. ممنونم ازت که دروغ نمیگی. ممنونم ازت که از آدم بغل دستید کلاهبرداری نمی کنی. ممنونم ازت که لبخند میزنی، مهربونی، نفس میکشی، قدر درخت‌ها، قدر کره زمین رو میدونی. ممنونم ازت که کارهای ساده‌ای که میتونیم انجام بدیم ما انجام میدیم. ممنونم ازت که بیداری، که چشات بازه، که به فکری، که خوبی. ممنونم ازت، واقعا میگم، صادقانه، به خدا جدی میگم. اصلا هیچ قدردانی بزرگتر از این نیست. مرسی، دمت گرم. تو دنیایی که خیلیا دارن راههای دیگه ای رو میرن، تو این مسیر رو انتخاب کردی. شهامت میخواد، هوش میخواد، زیبایی میخواد و تو همه اینا رو داری. به خودم تبریک میگم که تو این مسیر باهات هم قدمم. برام عزیزین. بچه‌ها استانبول 18 خرداد 6 جون 2 تا ایونته. از طریق وبسایت و از طریق وبسایت دیوان میتونید ثبت نام کنید. دوشنبه هم که برنامه روی خط، صحبت‌های در واقع مسائلی رو باز میکنیم که معمولا فرصتش جاهای دیگه نیست. خیلی دوستتون دارم. مرسی بچه‌ها که اومدین. لایو بعدی همینجا میبینمتون. تا اون موقع عشق.